یک اشتباه، علی دایی با پرواز بلندش توی دروازه، گل تساوی برای تیم ملی فوتبال کشورمون با ضربه سر این بازیکن با حرکت‌های طولی خودش موقعیت سازی میکنه. دایی با توی دروازه چه گلی میزنه علی دایی. قبل از او یک اشتباه، یک موقعیت برای بازیکن ما علی دایی و توی دروازه یک گل زیبا از علی دایی.大のヘディング、イラン逆転、日本大にやられました。یه مهدوی کیاس تو روی دروازه و توی دروازه گل و تیم ایران حساب کار 1-1 مساوی میشه. چه فوتبالیستی این علی دایی، همیشه در مواقع بحرانی به داد تیم ما میرسه.